سوره کافرون. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. قل یا ایها الکافرون، بگو ای اهل کفر، لا اعبد ما تعبدون، آنچه را که شما عبادت میکنید عبادت نمیکنم، ولا انتم عابدون ما اعبد، شما نیز آنچه را من عبادت میکنم عبادت نخواهید کرد، ولا انا عابد ما عبدتم، پس من پرستنده چیزی که شما پرستش میکنید نیستم، ولا انتم عابدون ما اعبد، شما نیز پرستنده آنچه که میپرستم نیستید. لکم دینکم ولی دین، پس دین شما برای شما و دین من برای من. موضوع دیگه که خوبه در رابطه او صحبت بشه مسئله نوروزه، چون فردا روز اول سال 1397 خوبه که در مورد نوروز هم صحبت‌هایی داشته باشیم. ببینیم اولا باید متوجه باشیم که مسئله عید که هسته یا روزهای مبارک و متبرک یک مسئله دینیه، یعنی از جمله شعائر دینیه، از جمله فرهنگ‌های اسلامیه. هر دینیه، بلکه هر دینی از خود یک روز مبارک و محترمی داره، در اون روز عید میگیره و روز شادی اونهاست و این فرهنگ اونهاست و این جزء مسائل اعتقادی و دینی اونهاست. و در مسائل دینی یا شعارهای دینی که هسته ما نباید تشبیه به کفار خود را بسازیم. پیامبر فرموده من تشبه بقوم فهو منهم، کسی خود را شبیه قومی بسازد از آنها نیست. حالا بیایم نگاه کنیم که روز نوروز آیا از عیدها و از شعائر دینهای غیر اسلامی و غیر دینی هست یا نیست. عموما علما گفتن که نوروز از لحاظ تاریخی هم این مطلب ثابته که عید، اولین کسی که نوروز عید گرفته و جشن گرفته و این روز مبارکی در حقیقت معرفی کرده جمشید بوده، یکی از پادشاهان فارس و مجوس قدیم، آتش پرستان قدیم، آتش پرست بوده، مجوسی بوده. این اولین شخصیه که این کار را کرده. و البته امروزه خیلی کسا هستن که میخوان راه همین جمشید را زنده بکنن، صراحتا نام میگیرن، خصوصا ایرانی ها خیلی بحث هست. شما بعضی بحث ها اینا داخل اینترنت و اینا اگه ببینید صراحتا همین بحث دارن که ما چرا مسلمان باشید. مسلمان ها از عربستان اونجا آمدن، ما پیرو جمشید باشیم. جمشید خیلی قانون خوبی داشته، باز قانون های جمشید در مطرح میکنن که این قانون از قانون خوبی بوده، این قانون خوبی بوده، این قانون خوبی بوده، لازم ما باید راه جمشید را زنده کنیم. و به همین لحاظ که هست عید جمشید را هم میخوان که زنده کنیم. به همین خاطر شما در ایران اگه زندگی کرده باشن، بعضی دوستا یا دیده باشن، روز چهارشنبه آخر سال که هسته باز اینا چهارشنبه سوری دارن، آتشی روشن میکنن، دور آتش چرخ میزنن، از بالای آتش میپرن. و این دقیقا همون سنت چیه؟ سنت آتش پرستی قدیمیه که اینا اون زنده میکنن و در حقیقت میخوان پس مردم مسلمانی که در ایران قرار داره. در تاریخ اسلام ایران یکی از بهترین کشورهای اسلامی بوده و در طول تاریخ اسلام بهترین خدمات رو برای اسلام کردن ایرانی‌ها. اما متاسفانه از وقتی که اهل بدعت در اون مسلط شدن، باز اینها چه کار کردن؟ شروع کردن به مشکلات دیگه و اعتقادات فاسد پخش کردن. و در اصل پس ای از جمشید یکی از ملوک فارس بوده و از جمله سنن مجوسیت است، چنانچه در روایت بیهقی از عبدالله ابن عمر رضی الله عنه هم همین مطلب اشاره شده. گفته که من مر به بلاد الاعاجم، کسی که به شهرهای عجمها بگذرد، فصنع نوروزهم، پس مثل نوروز آنها انجام بدهد، یعنی عیدی بسازد نوروز را، و مهرجانه و مهرجانشان را عید بگیرد. مهرجان روز اول
تیر ماه، روز اول برج میزان به اصطلاح. این دو روز اینا عید دارن به اصطلاح. و تشبه بهم، و هر کس خود را شبیه آنها کرد حتی یموت، تا اینکه مرد، فهو کذالک، در حالی که همچنان به این عمل ناشایست مشغول بود و عید آنها را تجلیل میکرد، حشر معه یوم القیامه، روز قیامت هم با اونها حشر خواهد شد. این سخن عبدالله ابن عمر در سنن بیهقی است به سند صحیح. پس این از جمله شعائر اونهاست و الله سبحانه و تعالی در قرآن فرموده است لکل امت جعلنا منسکا، ما برای هر امتی عبادتی قرار داده ایم و این عبادت ماست، این دین ماست. ببینیم ما دو روز عید داریم که هر دوتا یک مسئله دینی است. این به این خاطر تاکید میکنم چون بعضی میگن که این به دین چی کار داره، یک مسئله شعریه. نه، بالعکس، کسایی که این حرفا رو میزنن خوب میفهمن که یک شعار دینیه، این خوب درک میکنن یک شعار دینیه، اما مردم بیخبر میخواهند بازی بدن که این مسئله دینی نیست، یک مسئله عرفیه. مسئله عرفی هم به دین کار نداره، اختیار خدایی تا مخالف دین نباشه. این هم که مخالف دین نیست، شادی سطحیه دیگه، شادی خلاف دین که باطل نیست، اونها همین حرف میزنن، در حالی که نه، این مسئله دینی است. به چه خاطر؟ ما دو تا روز عید داریم، یکی عید روزه در آخر عبادت بزرگ ما که ماه رمضانه. رمضان خلاص میشه، به شکرانه او روز عید داریم و دو رکعت نماز هم ما در این روز باز میخوانیم و کارهایی که انجام بدیم صدقه فطر میدیم در این روز، نماز عید میخوانیم. پس عید ما یک مسئله دینی ماست، اینی که یک فرهنگ اسلامی ماست. در عید قربان هم میبینیم که یک مسئله بسیار مهم از ارکان اسلام حجه که مسئله حج ماست و در اون روز میبینیم ما قربانی داریم و در اون روز حج انجام میشه. عرفات داریم و فردای عرفات هم مسائل دیگه‌ای که در حج انجام میشه. پس مسئله عید یک فرهنگ اسلامی و یک عقیده اسلامی است، مثل که مسئله نوروز هم برای غیر اسلامیان همون یک فرهنگ دینی است و به همین خاطر گفتم میبینیم که آتش روشن میکنن، به دور چرخ میزنن، چون این معبود اینایه به اعتقاد خود اینا، میگن این معبود ماست، ما پرستش میکنیم. پس لحاظا به بهانه میخوان این بین مردم شایع کنن تا مردم را از اسلام دور بسازن. یکی از نکات مهمی که امروز دشمنان اسلام کار میکنن، فرهنگ های اسلامی میخوان بکوبن و رد کنن و فرهنگ های کفری رایج بسازن. مثل که چند وقت پیش میخواستن روز یکشنبه به عوض روز جمعه رخصتی کنن. چرا؟ روز جمعه شعار مسلمینه، این شعار ماست و یکی از نعمت هایی که الله سبحانه و تعالی به ما داده. اما بیدینان چی میگن؟ بعضی حتی مسلمان ها آمدن همچنین بحثای مطرح کردن، خب مشکل نداره روز یکشنبه رخصتی بشه، چی مشکل داره؟ این که ارتباطی نداره به دین، به دین چی کار داره؟ چی جمعه رخصتی چی یکشنبه؟ این اشتباهه. این یک مسئله شعیره، یک شعائره، از جمله علامات مسلمینه. از جمله علامات مسلمین اینه که روز جمعه اینا که هسته روز عبادت اینا، روز خاص اینا و نه روز یکشنبه. روز یکشنبه از شعائر کیه؟ نصرانیته. چرا اینقدر تاکید داریم که روز یکشنبه باشه؟ چرا نمیگه روز دوشنبه؟ چرا نمیگیم روز سه‌شنبه یا چهارشنبه یا پنجشنبه؟ تاکید بر روز یکشنبه، چون سنت نصارایه. اونجا که نمیگن که چرا یکشنبه تعیین بشه، اونجا اصلا توجه نمیکنن. اونها از یکشنبه خود چرا نمیگذرن؟ چرا نصرانی ها نمیگن همین یکشنبه دوشنبه کنن؟ چون این از جمله شعائر خود میدانن. اما ما بیچاره ها که خبر نداریم، بله مشکل نداره دیگه. این علت دور بودن از دین و عدم شناخت صحیح دینه. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیحی که در سنن ابو داود آمده که پیامبر علیه السلام وقتی که از مکه مکرمه به مدینه منوره تشریف آوردن، گروهی آمدن پیش اینا گفتن یا رسول الله ما 2 روز تفریح داشتیم، 2 روز ساعتیری داشتیم، در اون با خود تفریح میکردیم، آلی همین 2 روز چگونه ما آلی هم باز تفریح و ساعتیری بکنیم؟ پیامبر علیه السلام فرمود که الله سبحانه و تعالی به عوض این 2 روز بهتر برای شما داده است. او 2 روز بهتر چیه؟ روز عید قربان، روز عید فطر. او 2 روز تمام شد، الله تبدیل کرد و 2 روز به 2 روز دیگه، این 2 روز رو برای شما عطا کرد. و او 2 روز عموما شارحین حدیث و عموما علمای اسلامی گفتن روز نوروز و روز مهرجان بوده که این 2 روز تمام شد و پیامبر گفت اینا تبدیل شده و دیگه در تمام زندگی پیامبر، در تمام زندگی صحابه و تابعین و بزرگان دین مسئله نوروز تجلیل نشده، بزرگداشت نشده. هیچ وقت در جاهایی که مسلمین بودن مسئله تجلیل از روز نوروز وجود نداشته، حتی در ایران وجود نداشته.
در ایران در این اواخر به وجود آمده، وگرنه در اوائل عموما اینا اهل سنت بودن. ایران یک وقت عموما اهل سنت بوده، مگر یک چند شهر بسیار کم، یک مقدار بسیار کم. اینها به زور کشتن مجبور کردن که نصرانی بشه. اسماعیل صفوی آمد، تاریخی که گوش کنید یا بخونید متوجه میشین که اینا به زور زدن مردم مجبور کردن که در بازارها مرگ بر ابوبکر و عمر بگن. این اعتقاد شاه اسماعیل صفوی و بستگان او و پیروان او در طول سالهای متعدد به وجود آوردن. بعضی شهرها که قبول نکردن اینها رو چنان کشته که اون شهر کلا از بین رفته. یعنی هزارها نفر اهل سنت در ایران شهید کردن تا این مردم رو به زور شیعه ساختن، به زور، و هم شیعه خرافاتی که صفوی باشه، شیعه صفوی. و این مشکل در تاریخ ثبته و همین خاطر امروزه خیلی خجالت میکشن از اینکه تاریخ صفوی ها آشکار بشه، تاریخ صفوی پخش بشه و اون جنایاتی که او در تاریخ انجام داده اونا آشکار بشه. یک اصطلاحی دارن ایرانی‌ها بیشتر دارن، میگن پدر سوخته. پدر سوخته چی بوده؟ اینها نفرا رو میکشتن، نفرا رو آتش میزدن، بعضیا قبر اینا رو بیرون میکردن، استخوانا قبر بیرون میکردن، آتش میزدن. حتی بعضی نقل میکنن که عراق هم گرفته بودن، قبر امام ابو حنیفه رحمه الله اینا باز کردن. و اینها جنایت‌ها عموما در کشورهای اسلامی، در این منطقه‌هایی که زیر دست اینا بوده از کشورهای اسلامی این جنایات را انجام دادن. به این خاطر بعداً مشهور شد، یک نفر می‌خواستن بعد بگن میگفتن پدر سوخته، یعنی پدر رو قبر بیرون کردن، سوختاندن. این سنت شاه اسماعیل صفوی در ایران بوده و از همون زمان هم این مسئله باز چکار شد در ایران رشد کرد و پخش شد، مسئله عید نوروز و روز نوروز. البته قبل از اون باز در مصر در قرن چهارم و پنجم بوده، زمانی که فاطمی های که اونام شیعه باطنی بودن، اونها در مصر سلطه پیدا کردن. برای اولین مرحله در اسلام در مصر این کار صورت گرفت، در مصر او هم به وسیله شیعه فاطمی هایی که اهل تشیع بودن، باطنی بودن و همین روش پخش کردن و عید نوروز در حقیقت درست کردن و عید از بزرگترین عیدها شمردن. به همین خاطر هم متاسفانه در ایران امروز بزرگترین عید همین نوروز شمرده میشه، بزرگترین عید. 13 روز برای از این تعطیلی دارن، اما برای روز عید فطر و عید قربان چنین نیست. یعنی عید اسلامی که پیغمبر تعیین کرده اینقدر ارزش نداره که نوروز ارزش داره و این بزرگترین عید میشمرن و حتی یک ماه قبل از او آمادگی‌ها میگیرن. 13 روز هم که تفریح تعطیلی از اون رخصتی ها از رویه. این خودش چی میرسانه؟ این یعنی فرهنگ جمشید مجوسی زنده کردن، پس روش مجوسی رو روی کار آوردن و روش اسلامی زیر سوال بردن و تضعیف کردن. پس ما مردم باید بیدار باشیم، متوجه باشیم. و این که میگویند که این مسئله دینی نیست، بالعکس این مسئله دینی هست، از جمله شعارهای اسلامی است و از جمله فرهنگ‌های اسلامی است. یک نکته دیگه ای که بعضی گفتن که باز این مسئله که شادی کردن یعنی ممنوعه. نه، شادی بحث جداییه. تفریح میله برای ممنوعه. نه، این بحث اصلا به ارتباط نداره. یکی روز اول نوروز این تجلیل کردن به نام یک عید، این 100% باطله. اما یکی شادی کار خوبیه. شادی که در چوکات شرع باشه، مخالف شرع نباشه، بریم با هم به یک باغ، به یک منطقه سرسبز از این هوای بهاری استفاده بکنیم، خیلی کار نیکیه. تفریح کار نیکیه، به شرط کار بد انجام ندیم، اختلاط مرد و زن با هم نباشه، گناهی در آنجا انجام ندیم، بریم تفریح بکنیم، بازی بکنیم، دویشی داشته باشیم یا بازی های دیگه‌ای داشته باشیم که اسلامی و شرعی و صحیح باشه، هیچ مشکلی نداره. نه که بریم سگجنگی بکنیم و همسال و کارهای بد دیگه. برای اونجا مثلا گوشتگیری میکنن، دو نفر مشکل نداره، قمار نزنن، فوتبال بازی میکنن، بچه‌ها در سطح چوکات شهر مشکل نداره، داخل باغ میرن تفریح میکنن. حتی زنها در جای مناسبی که از خود داشته باشن، باغ داره یک نفر در دهات و اینا، همین وقت خوبیه، زن بچه خوره میبره داخل اون باغ تفریح میکنه، مشکل نداره. این که شریعت منع نکرده. پس شادی مشکل نداره. اون چیزی که مشکل داره تجلیل از روز اوله. به همین خاطر کوشش کنیم که روزهای اول به تفریح نریم. روزهایی که مشخصا اهل بدعت به تفریح میرن، ما و شما با اونا اشتراک نکنیم تا صف از اونا زیاد جلوه ندیم و ما همراه اونا نباشیم و در روزهای دیگه تفریح بکنیم، مشکل نداره. چون بعضی باز داخل فیسبوک ها نوشته میکنن، دیگه جا پخش میکنن که بر اسلام که ضد شادی نیست. دیگه اسلام ضد شادی نیست، شادی که خلاف شرع نباشه، شادی که تایید روش باطل نکنه، او شادی مخالفت نمیکنه. تو برو روز دوم، سوم، چهارم از بهار یا یک هفته جلوتر از اون، اینطوریه که همون روز اول چنان هوای در بهار صورت میگیره که دیگه روزا اصلا صورت نمیگیره.
خب امروز هم یک روز قبل از روز اول ساله، خب میتونیم امروز هم بریم به تفریح بریم، چه مشکل داره؟ روز جمعی و باز بریم مشکل نداره. اما تعیین کردن روز 13 روز اول، روز چهارشنبه اول سال، اینا در اسلام هیچ جایگاهی ندارد، باطل است و غلط است. عموما علمای امت اسلام هم رد کردن و نقد کردن، خصوصا علمای حنفیه در مذهب حنفی خیلی به شدت این کوبیدن. حتی بعضی به طور کلی در کتب فقه حنفی این بحث در باب مرتدین آمده، خیلی جالبه. همه دوستان ما توصیه میکنم داخل کتاب ها برام این بحث ببینن. بحث تجدید روز نوروز در کتاب های فقه حنفی در کتاب المرتدین آمده، بحث کسایی که مرتد و کافرن. چرا؟ این بحث تجدید روز به مرتد چه کار داره؟ در اونجا بحثی داره در الفاظ کفر، کارهای کفری، الفاظ کفری، کارهایی که کس انجام میده کافر میشه. علمای حنفیه در اونجا نوشتن که کسی اگر در روز نوروز به خاطر بزرگداشت نوروز که این روز بسیار بزرگی است و عظیمی است، یک تخم مرغ به کس دیگه هدیه و تحفه بده، کافر شده. گفتن چون این بزرگداشت عید مجوس کرده. ها اگر نمیفهمه، بیخبره، این به خاطر عنعنات میکنه، به خاطر عرف میکنه، باز این کاری حرام هست، کافر نشده. این همونجا تشریح کردم. عموما علمای حنفیه این حرف زدن، کتب فتاوای حنفیه فراوانه. در بحر الرایق میتوانیم ببینیم، در هندیه ما دقیقاً به طور خاص هندیه و بحر الرایق دقیقاً در بحث با المرتدین این بحث آوردن و بسیاری از کتاب‌های دیگه که این مطلب ذکر کردن. و هر جا که گفتن کافر میشه، منظور اینا ایه که کسی بگه که عید آتش پرستا از عید مسلمین بهتره.